در روز 13 ماه رجب سال 30 عام الفیل، امام علی علیه السلام در خانه کعبه به دنیا آمدند. فاطمه بنت اسد در زمان درد زایمان به سمت مسجد الحرام رفت و خود را به دیوار کعبه نزدیک کرد و به احترام ابراهیم خلیل الله که این خانه را بنا کرده بود التماس کرد و از خداوند خواست که تولد این کودک را آسان کند. لحظاتی بعد دیوار سمت جنوب شرقی مکه در مقابل چشمان عباس ابن عبدالمطلب شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد. فاطمه بنت اسد برای 3 روز در کعبه که پاکترین مکان دنیاست در آنجا ماند. ایشان بعد از 3 روز استقرار در کعبه روز 13 ماه رجب فرزند خود را به دنیا آورد. دیوار از همان نقطه‌ای که قبلا شکافته شده بود باز شد و ایشان به همراه فرزندش خارج شدند و بیان کردند: پیامی از غیب شنیدم که نام کودک را علی بگذار. امام علی علیه السلام تا سن 3 سالگی با والدین خود یعنی حضرت ابوطالب و حضرت فاطمه بنت اسد زندگی می کردند. از آغاز تولد پیامبر اسلام حضرت محمد به طور غیر مستقیم در تربیت و تعلیم ایشان نیز سهیم بود. در زمانی که خشکسالی در مکه وجود داشت، عموی پیامبر حضرت ابوطالب با داشتن چندین فرزند زندگی سخت و پرهزینه‌ای داشتند. پیامبر اکرم به همراه عموی خود عباس مشورت کردند و تصمیم گرفتند که هر کدام از آنها یکی از فرزندان ابوطالب را به خانه خود ببرند تا به او کمک کنند. در نهایت حضرت عباس و حضرت جعفر به همراه پیامبر اسلام حضرت علی علیه السلام را به خانه‌های خود بردند. از این زمان به بعد امام علی علیه السلام به طور کامل در کنار پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله زندگی کردند و در تمام مراحل زندگی او همراه او بودند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نخستین کسی بود که به رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان آورد، چنانکه خود حضرت فرمودند: تنها کسی که پیش از من نماز گزارد پیامبر بود. سن امام را به هنگام اسلام آوردن 8 تا 15 سال گفتند و درباره اسلام آوردن امام علی علیه السلام گزارش شده که پیامبر اکرم از ایشان دعوت کرد تا اسلام را بپذیرد که این خود بی تردید بلوغ فکری امام را می نمایاند. انس می گوید رسول خدا روز دوشنبه مبعوث شد و علی ابن ابی طالب 3 شنبه ایمان آورد و در جریان حدیث انذار نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله او را کسی خواند که جانشین او خواهد شد. امام علی علیه السلام برای پیروزی اسلام بسیار تلاش کردند و نقش مهمی در تحولات دوران پیامبر ایفا نمود. احمد ابن حنبل می گفت آن اندازه که برای علی علیه السلام فضایل صحیح وارد شده درباره هیچ یک از صحابه وارد نشده است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فضایل امام علی علیه السلام قابل شمارش نیستند و بر پایه روایتی دیگر از پیامبر بازگو کردن، نوشتن، نگاه کردن و گوش دادن به فضایل امام علی علیه السلام نوعی عبادت و باعث آمرزش گناهان می شود. فضایل امام علی علیه السلام 2 دسته‌اند: فضایل اختصاصی ایشان و فضایل مشترک ایشان با دیگر اهل بیت علیهم السلام. آیه ولایت، آیه انفاق، حدیث قدیر، حدیث منزلت، مولود کعبه و خاتم بخشی از فضایل اختصاصی ایشان به شمار می آیند و آیه تطهیر، آیه اهل الذکر، آیه مودت و حدیث ثقلین از فضایل مشترک ایشان با دیگر اهل بیت علیهم السلام است. به رغم همه تلاش‌های مخالفان در جلوگیری از نشر فضایل امام علی علیه السلام در جوامع حدیث شیعی و سنی، فضایل بسیاری از حضرت مولا امام علی ابن ابی طالب نقل شده است. عالمان 2 مذهب کتاب‌های مستقل نیز درباره فضایل ایشان نوشتند، از جمله فضایل امیرالمؤمنین از ابن حنبل و خصایص امیرالمؤمنین از نسائی را میتوان اشاره کرد. برخی از فضایل امیرالمؤمنین را در ادامه کلیپ برای شما بازگو می‌کنیم. اول، حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در هیچ جنگ و جهادی شرکت نکردند مگر اینکه پیروز شدند. دوم، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند علی شجاعترین و قوی دلترین مردم است. سوم، حریف را تنها با 1 بار زدن می‌کشت و در حدیث آمده است که ضربت شمشیر او همیشه تک ضرب بود. چهارم، پیامبر اسلام فرمودند علی شمشیر خداست که بر روی دشمنان خدا کشیده می شود.
حضرت مولا امیرالمومنین امام علی علیه السلام از نان دنیا به نان جو بسنده کرده بود و از نان گندم نمی‌خوردند، تا آنجا که مردم از تعجب می‌پرسیدند پسر ابوطالب با این غذا و خوراک اندک چگونه در کشتن هماوردان و پهلوانان ناتوان نمی‌شود؟ مولا علی علیه السلام در پاسخ فرمودند بدانید درختی که در بیابان خشک می‌روید شاخه آن سخت‌تر باشد، اما سبزه ها و گیاهان خوشنما را پوست نازکتر باشد. آری خارها و بوته های صحرایی را آتشی افروخته تر باشد و خاموشی آنها دیرتر رخ دهد، اما گیاهی که در ناز و نعمت رویده باشد چون بیدی به هر بادی بلرزد. بعد از حجة الوداع در منطقه غدیر خم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت علی را به عنوان وصی و جانشین خود اعلام کردند. وقتی حضرت فاطمه سلام الله علیها در خانه پدرش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اقامت داشت، افرادی از قبیله قریش از جمله ابوبکر، عمر و دیگران به منظور خواستگاری او آمدند، اما پیامبر اکرم این پیشنهاد را نپذیرفت. اما زمانی که امیرالمومنین امام علی علیه السلام برای خواستگاری فاطمه سلام الله علیها به خانه پیامبر مراجعه کرد، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله حضرت علی را خوش آمد گفت و فرمود مرحبا و اهلا. پیامبر در سالهای اولیه هجری دخترشان را به امام علی علیه السلام دادند و پس از این مراسم حضرت فاطمه و امام علی دو فرزند پسر به نامهای حسن و حسین و دو دختر به نامهای زینب و ام کلثوم داشتند. بعد از اتمام مراسم حج در آخرین سال عمر حضرت محمد در مسیر بازگشت به جایی به نام غدیر خم در نزدیکی جحفه توقف کردند. خداوند به پیامبر وحی داد که باید رسالت خود را به اتمام برساند. بعد از اقامه نماز ظهر پیامبر به بالای منبری که از جهاز شتران ساخته شده بود رفتند و به مردم فرمودند ای مردم، زمانی رسیده که من دعوت حق را لبیک کنم و از بین شما بروم. در مورد من چه فکر می کنید؟ مردم پاسخ دادند شهادت می دهیم که تو آیین خداوند را تبلیغ کردی. حضرت محمد سپس ادامه داد آیا شهادت نمی دهید که به جز خدای یکتا خدایی نیست و محمد بنده خدا و پیغمبر اوست؟ مردم پاسخ دادند آری شهادت می دهیم. سپس حضرت محمد دست حضرت علی علیه السلام را بالا برد و فرمود ای مردم، در نزد مؤمنان شایسته تر از خودشان چه کسی است؟ مردم جواب دادند خدا و پیغمبر او بهتر می دانند. سپس حضرت محمد ادامه داد ای مردم، هر کس که من مولا و رهبر او هستم، علی نیز مولا و رهبر اوست. این جمله را برای 3 بار تکرار کردند. سپس مردم به خاطر انتخاب امام علی علیه السلام تبریک گفتند و با او بیعت کردند. یکی از افراد وفادار که در این جمع حضور داشت سلمان فارسی بود. بعد از شهادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، یک گروه از مسلمانان ابوبکر را به عنوان خلیفه خود انتخاب کردند. حضرت علی علیه السلام نیز در اوقات مختلف اعتراضات خود را در مورد انتخاب ابوبکر اعلام کرد و به عنوان جانشین پیامبر اسلام ادعا کرد که یکی از معروفترین این اعتراضات خطبه شقشقیه بود. در طول حدود 25 سالی که امام علی علیه السلام در دوره حکومت خلفای سگانه بود، تقریباً از امور سیاسی و حکومتی دوری می‌کرد. او اصولاً به انجام خدمات علمی و اجتماعی اختصاص داده بود. از میان این خدمات میتوان به جمع‌آوری قرآن که مصحف امام علی علیه السلام شهرت داشت و حفر قنات اشاره کرد. همچنین خلفا در مواضع مختلف حکومتی از نظرات و مشورت‌های امام علی علیه السلام بهره می‌بردند. اما پس از خلیفه سوم امام علی علیه السلام با فشار و تقاضای مسلمانان خلافت و حکومت را پذیرفت. در دوران حکومت او اهمیت عدالت بسیار زیاد بود و در مقابل روش پیشین خلفا که بیت المال را بر اساس سوابق افراد تقسیم می‌کردند مقاومت کرد. او دستور داد که تمام مسلمانان بی تفاوت از نژاد و قومیت در سهمی مساوی از بیت المال قرار بگیرند و زمین‌هایی که عثمان به افراد مختلف واگذار کرده بود به دولت بازگردانده شود. در دوره کوتاه حکومت امام علی علیه السلام 3 جنگ داخلی سخت به نام‌های جمل، صفین و نهروان رخ داد و بالاخره در ساعات سحرگاه 19 رمضان سال 40 قمری
امام علی علیه السلام در حال انجام سجده در مسجد کوفه به شمشیر ابن ملجم مرادی زخمی شدند. 2 روز بعد یعنی در 21 رمضان به شهادت رسیدند و سپس به صورت مخفیانه دفن شدند. این واقعه در زمانی رخ داد که امام علی علیه السلام تلاش می‌کرد تا مردم عراق را برای مقابله با معاویه بسیج کند، اما تنها تعداد کمی از مردم به او پیوستند و در این شرایط معاویه با آگاهی از وضعیت عراق به نواحی مختلف حکومت امام علی علیه السلام در جزیره عرب و عراق حمله کرد. بر اساس منابع تاریخی 3 نفر از خوارج توافق کرده بودند تا 3 شخصیت یعنی امام علی علیه السلام، معاویه و عمرو بن عاص را به قتل برسانند و ابن ملجم مرادی مسئولیت قتل امام علی علیه السلام را بر عهده داشت. پس از شهادت امام علی علیه السلام طبق وصیت خود توسط امام حسن و امام حسین علیه السلام، همچنین محمد ابن حنیفه و با همراهی عبدالله ابن جعفر در نجف کنونی به طور مخفیانه دفن شد. در دوره حکومت عباسیان امام صادق علیه السلام مکان دفن امام علی علیه السلام را به طور آشکار اعلام کرد.